یه شب 2 تا رفیق میرن هتل. صبح که بیدار میشن یکیشون میگه من یه $100 داشتم نیست، تو ندیدیش؟ رفیقش میگه چرا؟ میخواستم برم خرید، کیف پول خودمو پیدا نکردم، $100 تو رو برداشتم. برگشتیم خونه باهات حساب میکنم. داشتن از هتل خارج میشدن که مستخدم هتل میاد میگه آقا ببخشید صبح داشتم اتاق شما رو تمیز میکردم، یه $100 جلوی در اتاقتون افتاده بود، میایم بگیریم. رفیقش با تعجب بهش نگاه میکنه میگه پس چرا به من گفتی من برداشتم؟ گفت چون جز من و تو اون اتاق کسی نبود. اگه میگفتم من بر نداشتم شک میکردی و باور نمیکردی. گفتم من برداشتم که رفاقتمون به خاطر پول مکدر نشو به هم بخوره. آره قربونه، رفیقان بر 3 قسمن گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از در برانش، مدارا کن تو با یار زبانی. ولی کن یار جانی را نگه دار، به پایش جان بده تا میتوان.